سال به سال سفر رئیسان ولایت و ناحیه‌ها نیز در تاجیکستان به یک مراسم خاص تبدیل می‌یابد. قبلا این گونه قوانین تشریفات در تاجیکستان خاص رهبری دولت بود. حالا تقدیم گلدسته‌ها و انداختن فرش‌های قرمزی و دستان روی سینه و حالت‌های نیم‌تعظیم پیشوازگیرندگان را پیش رئیسان ولایت و نواحی هم می‌بینیم. بیشتر مکتب بچه‌ها و دانشجویان را به این کارها جلب می‌سازند. برخی ها بر این نظرند که در این حالت‌ها حقوق آنها پایمال می‌شود. دانشجو ممکن است دست بردن برای یگان رئیس رود، یگان چیز دیگر رود، چه برای چی دانشجو را میبره؟ شما مثلا اگر شما مجبور کنه میره شما؟ نه، برای آنکه با درسمون خفا میمونه. اما هست می خیلی چیز انا در دانشگاه نه؟ ها هسته. نه همه هم جسارت میکنند که به درخواست مامورین در این حالت‌ها جوابی رد بدهند، چون که این گونه عمل به زندگی منبعدشان تاثیر میکند. ما رد میکنیم ولی آنها مجبور میکنند چون میگویند اونجا نماینده های ریاست حضور دارند و بسیار جدی است. به همین خاطر نوبسته از باد و هوا با لباس های اطلس و ادرس به پیشواز می رویم. فرق ندارد هوا سرد است یا گرم. اگر ما رد کنیم می توانند بهای ما را پست کنند یا کاری دیگر. از دستشان همه چیز می آید. Могут оценки занизить по-своему, как они захотят. Да. Они могут всякое сделать. مراسم گسل و پیشواز راهبران عالی را مصاحبان ما میراث نظام تتالیتری شوروی میدانند که این دوره آن را به افراط رساندند. از دور سیوز موندگی در این چیز آنها برام که این چیزا ولی ای پیش گرفتن قینتر میشه. تا این جناب ولی خودشون با وقتی به دست و خودشون اگر زپرید نمونند خیلی یک مراسم پیشوازگیری رئیس ولایت سوغد رجب‌بای احمدزاده باعث واکنش شدید مردم گردید. در هوای سرد زمستان دختران با لباس تنک او را پیشواز می گرفتند. همون سپاری دهنده ها فکر کنند فرزند خود بلد لیش کند نمیکند نکنند همی کارا. همین فکر من میگم که هر کس خودش کلان نگیره و من پیشواز گیرم من پروازت کنه من ایتا کنه اوتا کنه امینا نادرستن. بشینه قطعی در همون وظیفه خودش کارش اجرا کنه. مصاحبان ما میگویند که در نتیجه تهدید و سرزنش آموزگاران خواننده ها راضی میشوند که ساعتها مهمانان را منتظر شوند. به فکر شما دخترها خودشان میخواهند؟ به فکر من دختران از طرف مکتب باشد یا از طرف دانشگاه دخترها را مجبور کرده که با قول که ما شما را از خارج میکنیم، از درس خارج میکنیم، از مکتب خارج میکنیم. برخی از مصاحبان ما گفتند که هنگام تشکیل کردن مراسم گسل و پیشواز به قانون مراجعه شود که این گونه عمل را چگونه بها میدهند و آن را رعایت نمایند. پیشوازی و رئیس ها این قبول نداریم. این گفتگی نیست. این در یگم جو این خیلی قانون ما نیست. این باید نباشد.